آخه مگه میشه چینی باشی و انقدر خوب باشی؟ بایک X9 اینجاست، یه هیولای 560 اسب بخاری با موتور کامنز با گیربکس ZF که ریتارد 5 مرحله‌ای داره. این ماشین از اروپایی‌ها هم آپشن فابریک بیشتری داره. از کجا شروع کنم؟ رینگ استیل فابریک، کولر بخاری درجا، دوربین 360 درجه و همچنین با کیت ایدیاری که داره، خوراک اینه یه تانک سوسکی ببندی پشتشو بزنی به دل جاده. اینکه رتبه اول طراحی چینو کسب کرده رو کاری ندارم، ولی واقعا چهره ایرانی پسندی داره. مثل اینکه آپشنای این ماشین تمومی نداره. استارت دکمه‌ای، ترمز پارک برقی، شارژر وایرلس، هر دو صندلی سرد کن و گرم کن و اما چیزی که برام خیلی جالب بود سیستم هشدار خواب‌آلودگی راننده بود که اگه همچین چیزی رو شما رو ولوو بخوای باید 300 میلیون ناقابل پول بیشتری پرداخت کنی. اینجا مجموعه آراس به ما همیشه به روزترین ماشینا رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. اگه به دنیای ماشینا علاقه داری ما رو فالو کن، نظرت راجبش بهم تو کامنت ها بگو. برای خریدش هم میتونی بیای اینجا.